مهاجران تاجیک را در شهر جنگ زده ماریوپول اوکراین کارفرمایان روس فریب داده‌اند. تاجیکستان و اتحادیه اروپا مسئله های برگزاری 13مین مکالمه حقوق بشر را بررسی کردند. ترکش ها در بازه های حربی، هوایی و استراتژی شهرهای ریزان و انگلیسی روسیه. اعتراضگران در مغولستان در شهر اولانباتور تلاش کردند که به بینای حکومت وارد شوند. مهاجران تاجیکی برای کار به شهر ماریوپول اوکراین که از جانب روسیه غصب شده است رفته بودند، کارفرمایانشان فریب کردند. به اطلاع رادیوی آزادی زیاده از 120 مهاجر تاجیکی برخی 5-6 ماه پیش و گروه دیگر 1 ماه قبل از روسیه برای کار در ماریوپول جلب شدند. گفتند معاشی که برایشان وعده شده بود پرداخت نشده است. مهاجران را با وعده معاشی 120,000 روبل در ماه به این منطقه آوردند، اما حالا کارفرمایان با آنها تا 60-70,000 روبل می‌دادند. گفته می شود حالا عده‌ای از مهاجرانی در ماریوپول بوده راه بیرون رفتن را جستجو دارند. می‌خواهند با دست دادن امکان آنجا را ترک کنند. به گفته همصحبتان رسانه باره هم مهاجران معاششان را سر وقت نگرفتند. سلام علیکم. اینا اینجا ماریوپول اینا می طرف بودیم، اینا هم طرف ماریوپول. این کاری آنها کاری مهاجران در این محل بر ضد قانون‌های بین المللی است، یعنی که موافق قانون‌های بین المللی آنها در جای قرار دارند که اجازت حق ورود ندارند به اجازت دولت اوکراین، چون که این زمین اوکراین حساب کرده می شود و برای این جوابگاری دارد. گفتنی است سفارت تاجیکستان در روسیه پیشتر هشدار داده بود که مهاجران به منطقه‌های خطرناک سفر نکنند. اوکراین سفر به ماریوپول را مرز شکنی می‌داند که بر اساس قانون‌های این کشور جزا دارد. یادآور می‌شویم که روسیه از هوا و زمین 3 ماه این شهر بندری اوکراین را مشکباران کرده بود. اول تابستان امسال پس از درگیری‌های سخت، مسکو شهر بندری ماریوپول را غصب کرد و حالا تلاش دارد با استفاده از نیروی مهاجران بناهای خراب شده را بازسازی کند. مهاجرانی که میگویند فریب خوردند و از رفتن به این منطقه پشیمان هستند. تاجیکستان و اتحادیه اروپا مسئله های برگزاری 13مین مکالمه حقوق بشر را بررسی کردند. مظفر اشوریان وزیر عدلیه تاجیکستان با سفیر اتحادیه اروپا رهبر نمایندگی اتحادیه اروپا در جمهوری تاجیکستان رایمونداس کارابلیس ملاقات نموده مسائل برگزاری 13مین اجلاس مکالمه عاید به حقوق بشر میان تاجیکستان و اتحادیه اروپا و پیوستن تاجیکستان به نظام امتیازهای اتحادیه اروپا را بررسی کردند. به اطلاع خبرگزاری اوستا ضمن ملاقات وزیر عدلیه به سفیر درباره آمادگی جمهوری تاجیکستان برای بررسی این مسئله ها در ملاقات های در پیش ایستاده معلومات دادم. آمادگی وزارت را برای رشد منبعی همکاری های متقابلا سودمند اظهار داشته است. سفیر اتحادیه اروپا در نوبت خود به آمادگی جمهوری تاجیکستان بهای بلند داده این ملاقات را نقطه ابتدایی رشد همکاری های منبع نامیده است. در واخوری اینچنین دیگر مسئله های موضوعی که هر دو جانب مراق دارند بررسی شده اند. صبح روز دوشنبه رسانه ها از ترکش ها در 2 فرودگاه نظامی روسیه خبر دادند. بگاهی 5 دکبر وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که به فرودگاه ها هواپیماهای بی سرنشین حمله کرده اند که در نتیجه 3 سرباز کشته شده اند. بنا به گزارش BBC به گفته نظامیان روسیه در پس این حمله اوکراین قرار دارد. هواپیماهای بی سرنشین ریاکتیوی ساخت شوروی، ایرودروم‌های نظامی دگیلیو در ولایت ریزان و انگلیس در ولایت ساراتوف را مورد حمله قرار داده‌اند. این را خودی وزارت دفاع روسیه نیز تصدیق کرده است. هواپیماهای بی سرنشین از جانب هواپیماهای دفاعی هوایی روسیه بازداشت شده بودند، اما در نتیجه افتی به اطرافها 3 ضربه به طور مرگاور زخمی شدند و 2 هواپیماهای بمب انداز Tu-95 آسیب دیده 2 نظامی نیز زخمی شدند. یکی از کانال های تلگرام ثبت کامراهای نظارتی بیرونی را نشر کرد که در آن آتش درخشان نمایان و صداهای بلند شنیده می شود.
اوکراین دست داشتن خود را در این حادثه رسما تایید نکرده است، اما میخائیل پادولیاک مشاور رئیس دستگاه رئیس جمهور اوکراین نوشته است که اگر شما به حریم هوایی کشورهای دیگر چیز زود پرتاب کنید، دیر یا زود هواپیماهای نامعلوم جای پرواز آنها را دریافت میکنند. اعتراضگران در مغولستان با طلب استعفای حکومت در شهر اولانباتور پایتخت مغولستان روز 5 دکبر تلاش کردند که به بینای حکومت وارد شوند. آنها تحقیق فسادکاری ها و استعفای حکومت را طلب دارند. اعتراض ها در اولانباتور 4 دکبر بعد آن آغاز شد که قضیه دزدی انگشت به مبلغ 12 میلیارد و 900 میلیون دلار رسانه‌ای شد. ساکنان با طلب تحقیق دزدی منبع‌های طبیعی و پول‌های بودجه، افشا کردن نام قلابان و استعفای حکومت در خیابان مرکزی شهر تظاهرات کردند. در شهر درخان، سومین شهر بزرگ مغولستان نیز اعتراضگران آشکار کردن نام قلابان و مصادره اموال آنها را طلب کردند. مردم با شعار ضد دزدان متحد میشویم به کوچه ها برآمدند. حکومتداران مغول گفتند این مسئله در حکومت مغولستان 3 بار بررسی و نسبت به شرکت دولتی استخراج کننده انگشت اردنس توانتالگای نظام مخصوص جاری کرده شده است. وزیر رشد اقتصادی مغولستان خورل بهتر چمید گفته که در دزدی انگشت 5 مدیر پیشین شرکت استخراج کننده آن گمان بر هستند. مقامات برای گفتگو با اعتراضگران گروهی کاری تشکیل کردند.